آقا آلبوم شاخ قرمز پوتک بالاخره اومد. اولین ریاکشنم به موزیکش، به موزیک گادپوری است با فیت با پوری، دوتا پوری داخل یه موزیک. دیس آل کل نسل‌های رپ فارسی داخل این موزیک ما داریم. سلام به ستونای گنگ، امیدوارم حال دلتون هر کجا که هستید خوب باشه. آقا اومدیم با ریاکشن آلبوم شاخ قرمز از پوتک. مثل همیشه اومدیم ریاکشن بدیم، چون آلبوم میاد میبینید که من سریع اولین نفر ریاکشن میکنم، آپلود میکنم رو یوتیوب. ولی خب امروز فرق داره دیگه، متاسفانه هنوز نتونستم به اینترنت متصل بشم و موزیک ویدیو رو دانلود کنم. خواستم دانلود کنم اول موزیک ویدیو رو، گفتم ولش کن دیگه، مجبور شدم برم دانلود کنم، نتونستم. تازه آقای پوتک استارلینک ما خدا وکیلی چی شد، یه استارلینک به ما نرسید واقعا این بتونیم حداقل واسه ریاکشن خود آلبومش. آقا فیت با پوری دیس هم هستا، واو خیلی سنگین. و موزیک ویدیوشو بچه بعدن ریاکشن میرم، چون الان واقعا اینترنت واسه من باز نشد بتونم ریاکت کنم کل موزیک ویدیوها رو. موزیک ویدیوشو میذاریم واسه فردا یا پس فردا که کامل به اون ریاکشن میرم. قبلش فایل صوتیشو بریم. ستونای گنگ زیاد نمونده به 1000 تایی شدنمون، یه دست برید تو این 1000 تا رو شدید. دمتون گرم. مستقیم میریم سر ریاکشن. آقا من خیلی دارم فشار میخورم الان، چون اولین نفر دارم ریاکشن رو میرم و مطمئنم نمیتونم اولین نفر آپلود کنم. بریم چی میشه. کاور آلبوم رو داریم میبینیم. یه چیزی پوتک گفت، من یادم هنوز، گفت به اولین نفری که، یعنی به کسی که پاشه کاور آلبوم شاخ قرمز رو بزنه و یه تز و ایده جدید داشته باشه 100 میلیون تومان کمک میکنم. فکر نکنم کسی زده باشه و فکر کنم خود طراح دمیرچی زده احتمالاً. آره دیگه دمیرچی زد، کسی نتونست بزنه، آخر سپردن به دمیرچی. دوتا پوریا اگه جفتشن رپ فارسی میرسه به اوج پسر. میگه دوتا پوریا اگه جفتشن رپ فارسی میرسه به اوج پسر. شب عادیه واسه گرگ شب. به به، صدای پوتک خوفی داره داخل این موزیک ویدیو، انگار میخواد پاشه بره بالا سر بدخواهش. حاجی مسیا دست هست بالا دستیات، مشکل داری زنگ بزن. یعنی پوتک واقعا تنها آدمیه که، شخصیتیه که با اینکه پولدار شد همیشه به مردمش کمک کرد. اون قضیه 200,000 دلار تو جریان حالا آشوبای کشور کمک شد به مردم. بعدش قبلش هم چقدر ولاگ میگرفت به مردم کمک میکرد. استارلینک هایی که فرستاد واسه بچه‌ها، واقعا دارم میگم دمش گرم. نباید به این آرتیست هیت بدید، جدی میگم، واقعا خوشقلب ترین آرتیست مارکت میرسه به پوریا. من فن نمیفرستم شخص میام. میگه من فن نمیفرستم شخص میام. این که ساختم دنگشی جا نیک بندا تیک ششی. وای آجی چه گاد موزیکش. پوری هم هست. حیف نمیتونم با موزیک ویدیو ریاکشن کنم. کمه شیش تیک دنبال فیت رو کار با پسش کیک. کارام اشتباه ندارن هیچ وقت، اصلا انگار برنامه زنده. وای میگه کارام اشتباه ندارن هیچ وقت. خب کاراش معمولا بیشتر ویدیو ایناست دیگه. میگه انگار برنامه زنده است، اصلا ادیت ایناست. من خودمم تخمم فیدبک، فلشا رومم دوربینا هی عکس فیدبک. پوتی این کار است، از هیترا میگیرم کله پرونده هات انقدر. وای انگار شاخ قرمز دیس آله. دست مستند سیم کارت حله. والا بلا چپم هم نیستن تایتل و ساب تایتلش. والا چپم هم نیستن تایتل و ساب تایتلش. منظور یعنی یه تیکه داره میندازه به کل یوتیوبرایی که این مدت به پوریا هیت دادن و حالا گفتن نمیدونم دزدی کردی فلان کردی شعر اوور دیگه. میگه اصلا واسه مهم نیست، چپم هم نیست، تایتل و ساب تایتلش. تایتل و ساب تایتلش. گنگ یعنی کش. چقدر میگه گنگ یعنی کش. داری شاخم گنگ یعنی کش واقعا. مارکت روم فلش. با بیبی دیت داری حل، قبلش پیشش بودم تو هتلش. میگه با بیبی دیت داری حل، قبلش فقط من بودم تو هتل. سلاممو برسون بهش. آجی به کی داره میندازه اینا رو؟ فکر کنم به پویان مختاری احتمال زیاد، احتمال خیلی زیاد به پویانه. نکن هستم الان عادیات، فاز نگی او بشه کوریات زیاد. توی پابجی با قضیهشو بگم خیلی کوتاه بگم که زیاد طول نکشه. آقا قضیه پویان مختاری پوتک این بود، یه زمان پویان مختاری برگشت پرید به پوتک و پوتک اومد یه فری استایل داد، کوتاه دیسش کرد و اونجا هم که پوتک میترسه قضیه ناموسی بشه کلا بیخیال شد و گفت حالا داخل این آهنگش، یعنی بعد از گذشت فکر کنم 2-3 سال تو این آهنگش الان داره دیس میکنه که احتمالاً پویان مختاری من داره دیسترک میده که اصلا آدم حساب نمیکنه.
یه چی گوشتیلات شاخ نشه برو بگو اولیات بیاد 19 پهلوم همین گلاکه نشی ساکه تو کورت جسمت شبیه پشمام چقدر خوبه این بیت این موزیک، اصلا انرژی خالصه واقعا بیت این موزیک. خاکه رو قبرم بنویس شهید فاکر رو قبرم بنویس شهید فاکر. این که ساختم لنگش هیچ جا نیک نیک بندا تیک حاجی کورس کار با پوریه، گاد پوری. شکمت شیش تیک وو 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 عالی. دنبال فیت تو کاروان فرساش کیک حاجی با کی احتمالا داره به گندومینا میزنه گاد پوری. احتمال میدم که قضیه که وجود داره اینه که احتمال خیلی زیاد داخل ورس پوری که داره میاد خیلی یعنی فیت دیس نسل 4 باشه دیگه. قاطی کردم، دیس نسل 4 باشه. مثلا دیس با کیا زیاد رابطش خوب نیست، با دوکی گندم اینا زیاد اوکی نیست، احتمالاً دیس اونا باشه. این که ساختم لنگش هیچ جا نیک نیک وای چقدر خوبه. این تیکم داخل تیزر بود. بندا تیک شکمت شیش تیک وو 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 دنبال فیل یه بک اگه دقت کنی فیل ریز میگه، اشاره میکنه به آلبومش. رو کار بام مهم نی برای من هیتو ماهی دوبار رد میکنم گیتو. واه چه صدای جنگی داره پوری داخل این موزیکش. یعنی بعضی وقتا تتل به صدا چیزی تزریق میکرد خیلی کلوفت و باحال بشه. اینم تقریبا همون کارو فکر کنم کرد. کالال منن اپقی با اینکه نیستم من بزیلیتو واه بزالیتو هم تعریف کرد. برنامه گذارم پیگیر ایدو میگن که آچپوری وصله چون رک دیست نکرده بیتو. واه میگه حاج پوری وصله. نه اتفاقا پوری هم فکر کنم ترک اعتراضی داده بود چند وقت پیش، بعد این وصل بودن خط میخوره کلا. پر شده گرم کن کمدم اینا از دور خوشن انگاری تو هلن هنو نسو اینا از دور خوشن انگاری توپلن. پیش کسی کپونن بیف چیه اینو باز فلان بخورن هنوزم تکه تیمش. یعنی بهترین فکت دیسترکش هم یه تیکه بود. یه نمه بزنیم عقب‌تر. بیف چیه بابا اینا باید اینو باز فلان بخورن هنوزم تکه تیمش کاپلش ورس تو میزنه عکس رو میگه هنوزم تک تیمشه کاپلش. منظورش این که آقا دختر مختر رو ولش کن، فقط تیمشه، با تیمش عشق میکنه. تو کاورش میندازم تیکه میکنن کاملش یه نفر نه خیلی شاملش. حاجی بیتی که دیریل و پوریا و دوتا پوریا رو بیت دیریل خوندن واقعا عالیه. خیلی حال میکنم با موزیک. راقی کت رفت فارسی و قروق رسانه تیت میسازه از یه توپو. ها برعکس تو چرا اوراقی مگه موزیک ویدیوش نبود؟ یعنی داره اشاره میکنه به ترک جدیدش. اوراقی که ترک گروق فکر کنم این ترک جدیدشو داره میگه. اسم ترک جدیدش یادم نیست، فکر کنم اشاره داره میکنه به اون. یعنی تا اینجا دوتا لینک داده. یه دونه فیلبک، یه دونه اینجا کار جدیدش. خبراش داغه بیان رو کار میرم به یه مشتلق نمیگم از در و دافرون تو پل که رسمم بکشن نمیشم لاغر. وای حاجی این دیگه واقعا دیس مستقیم به سکی دیناس فکر کنم. پیگیرن منتظر گافن با پوتی هیت میسازم تو اتاقم. میگه همه پیگیر دافم، من با میکروفونم هیت میسازم کف اتاقم. با پوتی هیت میسازم تو اتاقم. او با پوتکو میگه کف اتاقم هیت میسازم. این که ساختم لنگشی جا نیک بندا تیک شکمت شیش تیک. چقدر خوبه حاجی وایب این موزیک. میتونم اشاره کنم به شاخ قرمز 2. این شاخ قرمز 2 واقعا. دنبال فیت رو کاروان فرساش کیک الکونویز هم بیت این موزیک رو زده دیگه. باحال ترین پروژه آلبوم تا به الان همین بود، واقعا دارم میگم. فیت بعدی که احتمالاً رضا پیشرو رو میریم، کلا 3 تا ترک ریاکت میکنم واسهتون، بعدش نظرسنجی میذارم. طبق اون نظرسنجی که داخل چنل گذاشته میشه انتخاب میکنید شما آرتیست بعدی کیو برم. و ستونای گنگ بازم دارید ببینید که من ساعت ندارم اینجا تایم بهتون نشون بدم که چه تایمی اینو رفتیم و چه تایمی قرار آپلود بشه. واقعا پایان موزیک، واقعا آلبوم شاخ قرمز پوتک. نمیدونم آجی خوشحال باشم یا ناراحت باشم، چون از یه طرف کلا پوتک خداحافظی کرد و آخرین یعنی آلبومش، اثر هنریش، موسیقیش داخل مارکت رپ فارسی، یعنی کلا دیگه میره سمت آهنگسازی و
احتمال زیاد هیچ فعالیت داخل موسیقی نخواهد داشت و یوتیوبر باحالیه، ان شاءالله موفق بشه. آرزو موفقیت واسه تک تک خواننده ها داریم، ولی قضیه فرق میکنه اینکه دیگه قرار نیست از پوری موزیک ریاکشن بریم. نمیدونم شاید داخل مارکت خارج بتونه، یعنی داخل مارکت انگلیسی فکر کنم بتونه اوکی کار کنه. و اینم بهتون بگم که البته یه شایعاتی ایجاد شدهش که احتمال زیاد میره تو لیبل ترویس اسکات، که البته بعد از اینکه آلبوم تموم شد ریاکت رفتیم کلشو میریم سر اون پرونده اون تتوشو در میاریم میگم چه خبره واقعا دیگه. ستونای گنگ دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. یادتون نره کانال یوتیوب سابسکرایب کنید، ریاکشن واسهتون آپلود میشه. سعی میکنم بیشتر، یعنی نصف بیشتر آلبوم واسهتون ریاکشن برم اگه نت یاری کنه. دمتون گرم دیگه، زیادم نمونده 1000 تا شیم، یه کمک ریز بکنید 1000 تا رو شدیم. دمتون گرم، دوستتون دارم، با امید دیدار.